برای پولدار شدن شما باید یاد بگیرید که چطور پس انداز کنید. شما بدون پس انداز کردن نمیتونید ثروتمند شید. میخوام یه مسئله رو بهتون بگم، همین روش رو ادامه بدید، قطعا و قطعا میتونید که پول پس انداز کنید. ابتدا تصمیم بگیرید که 1 میلیون تومان پس انداز کنید. ببینید مقداری که شما انتخاب میکنید باید قابل پذیرش در مغز و ضمیر ناخودآگاهتون بشه. شما نمیتونید بگید من 100,000 میلیارد تومان پول میخوام در صورتی که حقوق 10 میلیونی دارید. پس بیاید این رو پله پله کنید. من با یه رقمی بهتون مثال میزنم ولی خودتون رو تغییر بدید. تصور کنید و تصمیم بگیرید که 1 میلیون تومان پس انداز کنید. حالا بر حسب داشته هاتون میتونید 1 میلیون باشه، میتونه 10 میلیون باشه، ولی من 1 میلیونی رو مثال میزنم. تصمیم بگیرید 1 میلیون تومان پس انداز کنید. وقتی این مبلغ رو به 1 میلیون تومان رسوندین، به این فکر نکنید که حالا بیام 2 میلیون پس انداز کنم. بیایید تصمیم بگیرید یک بار دیگه 1 میلیونی دیگه ای رو پس انداز کنید. بهتره که این پولها رو در خانه داشته باشید و این پولها رو ببینید. حس خوبی بهتون میده. پس شما 10 بار تمرین کنید که 1 میلیون تومان پس انداز کنید. انجام شد. یک بار دیگه 1 میلیون دیگه پس انداز میکنم. یک بار دیگه 1 میلیون دیگه پس انداز میکنم. پس 10 بار این مسیر رو رفتید. دیگه ضمیر ناخودآگاه شما و ذهن شما یاد گرفته چطور پس انداز کنه. زمانی که شما 10 بار تونستید این کار رو کنید، برای مغز شما خیلی آسون میشه پس انداز کردن و خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از اون تصمیم میگیرید مقیاس رو عوض کنید. 10 بار انجام دادید و حالا شما صاحب 10 میلیون تومان پول هستید. تصمیم بگیرید یک بار دیگه 10 میلیونی رو انجام بدید. یک بار دیگه و 10 بار این مسئله 10 میلیونی رو تکرار کنید و همینطور به بالا ارقام رو میتونید تغییر بدید. اینطوری خیلی سریع شما میتونید پول پس انداز کنید و هم لذتش رو ببرید. باور کنید توی یه چشم به هم زدن شما متوجه میشید که 100 میلیون پول دارید، 1 میلیارد پول دارید و واقعا این پول رو پس انداز کردید و به این فکر نکنید که این قراره در روزی خرج بشه، چون قراره فقط پس انداز کنید.